اگه بچه‌تون بد غذاست و ماکارونی و اینجور چیزا فقط میخوره، یه دلیل ساده داره. بچه‌ها حدود 10,000 جوانه چشایی دارن و ما بزرگترا فقط حدود 5,000 تا. این یعنی یه بروکلی که برای شما یه ذره بدمزه است، برای بچه 2 برابر بدمزه است. این یه مکانیزم دفاعی طبیعیه. بدنش داره خودش رو از طعم‌های سمی بالقوه محافظت میکنه. اما چرا عاشق ماکارونی ان؟ ببینید مغز بچه 1/5 انرژی یه بچه رو مصرف میکنه، برای همین به قند فوری احتیاج دارن. ماکارونی و نون سفید و اینجور چیزا خیلی زود تبدیل به قند میشه. پس علاقهشون به اینجور خوراکی کاملا غریزیه. حالا راه حل چیه؟ نه زور، نه تهدید و نه اجبار، هیچ کدوم. فقط و فقط تقلید. یعنی چی؟ غذا رو چندین بار، مثلا 10-15 بار بدون هیچ اجباری بیارین سر سفره و خودتون با اشتها میل کنید. بچه‌ها ناخودآگاه ترغیب میشن که از والدینشون تقلید کنن. این که بهشون زور بگیم یا باعث میشه اونا لجبازی کنن یا سرخورده بشن. اینا راهش نیست. فقط صبور باشین، این کارو انجام بدین، به مرور خودش درست میشه. این مرحله هم میگذره.